در جلسه صبح امروز دادگاه، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران متن کیفرخواست دادستانی علیه متهمان پروژه شکست خورده کودتای مخملی را قرائت کرد. در این کیفرخواست با تشریح مبانی و چگونگی عملیات سه شاخه اصلی کودتای مخملی، یعنی شاخه فکری، شاخه رسانه‌ای و شاخه اجرایی و مجموعه‌های مرتبط با این شاخه ها آمده است، اسناد نشان می‌دهد بسیاری از فعالان در این پروژه به خوبی می‌دانستند که در انتخابات تقلبی نشده است، اما در منزل برخی متهمان و ستادهای انتخاباتی اسناد جعلی با هدف القاء اتهام تقلب و تشویش اذهان عمومی به دست آمده است که نشان می‌دهد از مدت‌ها قبل از انتخابات بر روی این پروژه کار گسترده‌ای شده است. معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه کیفرخواست تأکید کرد در اجرای پروژه کودتای مخملی این اعتراض جمعی از مردم با برنامه و سازماندهی قبلی به سوی اغتشاش هدایت شد، در حالی که ما معتقدیم حساب این اعتراضات با برنامه ریزی قبلی برای اغتشاش کاملا جداست. معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از قرائت این بخش از کیفرخواست که به اقدامات شماری از فعالان سیاسی و طراحان و هدایتگران پروژه کودتای مخملی برمیگشت، در بخش دوم کیفرخواست با اشاره به حضور تعدادی از متهمان شرکت فعال در اغتشاشات اخیر گفت اقدام علیه امنیت ملی از طریق حمله به مراکز نظامی و انتظامی، ضرب و جرح مأموران و نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات جنگی از جمله اتهامات کسانی است که به عنوان اغتشاشگر در دادگاه حضور دارند. جلسه صبح دادگاه با دفاع تعدادی از متهمان به پایان رسید.